به نام جهاندار جان آفرین حکیمی سخن در زبان آفرین. سپاس و حمد به حد مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، پدران عزیز، خواهران و مادران مهربان، از خدای بسیار مهربان دعاگوی او هستم که الله ذوالجلال محبت و میل و خواهش ما و شما را به سوی بندگیش زیاد گرداند و ما را پایبند اطاعت و عبادتش نگه دارد و هر یک عملی را که برای رضاگی پروردگارمان انجام میتیم دعا میکنیم که خدای مهربان او را از ما قبول گرداند و آن دعاهایی را که به سوی الله ذوالجلال میکنیم از اون الله توانا و بزرگ خواهان او هستیم که دعاهای ما را به درگاهش مقبول گرداند و از خدای بسیار مهربان خواهان او هستم که هیچگاه برای ما غیرت ندهد که تا سرکشی از اطاعت و عبادت الله بزرگ داشته باشیم و خدای مهربان دعاگوی او هستیم که خداوند فرزندای همه ما و شما را هم میل شانه، اخلاص شانه، محبت شانه به سوی دین خدا زیاد بگرداند و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت کند، روحشان خدای مهربان شاد گرداند و از خدای مهربان خواهان او هستم که الله مهربان ما را با این نعمت ایمانش تا ساعتی که در این دنیا هستیم پایدار نگه دارد و زمانی که این دنیا را هم پدرود میگوییم از الله بسیار مهربان دعاگوی او هستیم که خداوند با این نور ایمان از دنیا سفر کردن هم نصیب مان گرداند. خدای مهربان تمام مهاجرهای ما را، تمام خواهران و مادران و برادرانی که دور از این وطن هستند برای بهبود زندگیشان در هر یک جای مشغول کار هستند، خدایا هر جا باشند کاراشون در برار و کشایش و الله مهربان حفظشان که و در دلهاشون که بسیار مقصدهای نیک دارند خداوند با مقصدهای نیکشون موفقشون گردان، با صحت و سلامت به نزد نزدیکانشان خدای مهربان برسانی. الله مهربان دعاگوی او هستیم که ملک ما را، دیار ما را آباد گردانی، زیبا بگردانی. خداوند از هر گونه آفتها و ضررها و سختیها این ملک ما را، این وطن ما را نگه بداری
و تمام نفرهایی که دوستدار این تاجیکستان عزیز هستند یا برای بهبود این، برای پیشرفت این وطن و ملت سعی میکنن، حرکت میکنن، دلسوزی میکنن. خدایا همگانشون در پناه رحمت و عصمت و نگهبان باشی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران عزیز، الحال در نزد من سؤال های ایستاده است و منتظر جوابم. خدا خواهد من با قدری لازم و درکاری به چند تای از اونهایی که الحال قوتم امکانیتم شود جواب میگردانم، زیرا که در پیش من سوال های خیلی زیاد ایستاده است و هر روز سوال ها پی هم آمده ایستادند. ولی من دائم برادران و خواهران عزیز شرایط یا امکانیت نمیابم که هر روز من به این سوال ها جواب گردانم. برای همین هر یک برنامه و هر یک برآمدی که می شود خدا خواهد از طریق همین شبکه نور تیوی برای شما انشاءالله پیشتر شاید 2 روز یا 3 روز گوشزد میکنن که مقصد ثبت نوی سوال و جواب است یا یگان موعظه اخلاقی است. هر چی که باشد پیشتر برای ما و شما انشاءالله اعلانش میکنن. از این لحاظ خدا خواهد من حد الامکان حرکت میکنم که بیشتری وقت ما در این مسئله ها، در این سوال ها گذرانم تا برادران و خواهرانی که با یک امیدی از ما سوال میکنن من برای اونها جواب گفته توانم. ولی برادران و خواهران عزیز، شما دانین که به نهایت سوال ها خیلی زیادن. من در یک نشستم شاید طاقت تا 20 یا تا 25 سوال جواب گویم و بعد این دیگر مقصد ماندگی و خستگی پیدا می شود و از این لحاظ من سوال های زیاد در جواب گفته نمی توانم. ولی الحمدلله رب العالمین که اگر ما در یک ماه اگر 4 یا 5 سوال جواب داشته باشیم قریب 100 سوال شما انشاءالله جواب خودش می یابد. بازم خدای مهربان توفیق های همه ما و شما را زیاد گرداند. الحال من انشاءالله سوال هاتون را می خوانم و جواب هاش را گوش اندازیم. نفر سوال داده است که بعضی ها می گویند که خدا گویی گناهگار می شوی، باید که الله بگویی. آیا این درست است یا نادرست؟ برادران و خواهران عزیز، اگر ما الله گوییم یا ذوالجلال و الاکرام گوییم یا رافع الدرجات گوییم یا شافی الامراض گوییم یا قاضی الحاجات گوییم، یعنی به هر یک این نداها، به این صداها، به این فریادها انشاءالله درست است. یا الله گوییم یا کریم گوییم یا رحیم گوییم، یعنی با این اسمهایی که از
اسمای حسنا هستند، از نامهای پروردگارمان هستند. الله را اگر فریاد زنیم، البته به البته نور بالای نور است. ولی اینجا در یک بعضی گویم رسانیدن های نادرستی هست که شما خدا نگوین که خدا درست نیست. برادرای عزیز و گرامی، هر یک ملتی که در روی دنیا هست به همون موافق لغت خودش الله را نام میبرد، فریاد میزند، انشاءالله هیچ باکی ندارد. باز میگویم اگر شما با کریم و رحیم و قهار و ودود و هرچی فریاد زنیم به نامهای خداوند، البته نور بالای نور. ولی به شرطی که ما اگر خدایا یا خداوندا اگر فریاد کنیم، اینش هم انشاءالله هیچ باکی ندارد. مثل که در خوردن فقط کلمه بسم الله آمده است. پیامبر گفته است که بسم الله گوید و دستان دراز کنید. ولی الله رحمت کند امام نووی را در شارح صحیح مسلم میگوید اگر در دوام بسم الله الرحمن الرحیم بگوی و خوردن گیری، هیچی باکی ندارد. زیرا پیامبر از این نهی نکردند که شما فقط کلمه بسم الله را بگین، رحمان الرحیم شا نگین. این هم مثل همون شما میتونین با اسمای حسنا هم با نامهایی که الله مهربان دارد فریاد کنید، خوب میشود، نیک میشود. و اگر با همون لغت هایی که هر یک ملت با خودش مثال لغتی دارد، مثال بینین همین ازبک ها هم خدا میگن، با اروس هاش بینین باک میگن یا گاسپد میگن. و همچنان مردمی که زبان انگلیسی دارد گات میگن یا گات میگن. مثلا مردم خیتای در لغتاشون الله را شین میگن. برای هر چیزی که مثال مردم اگر با هر یک همون لغت خودشون مراجعتی با الله کنند، مراجعت به اون ذاتی که یک تاست، به مثل است، به مانند است و صدقاً باشد، خدای مهربان دعای اونها را البته میشنود. خلاص با الله گفتنم اجازت، با خدا گفتنم اجازت، هیچی باکی ندارد. سوال دیگری کردن، من زنی دویمم، حامله دارم، دو طفل زنی دویم هستم و دو طفل دارم. شوهرم نمیخواهد که به دنیا بیارم. اما من گفتم به دنیا میارم. آیا گناهگار میشوم اگر گپش را نگیرم؟ یعنی من فکر میکنم یا سوال مثل که من زنی دویم هستم و میخواهم که مقصد دو فرزند به دنیا بیارم، ولی شوهر برای من نمیگذارد که من مقصد فرزند به دنیا بیارم. یا شاید که مثال دو فرزند داریم و باز میخواهم که فرزند به دنیا بیارم، یا اینکه یک تا داریم و میخواهیم با یک تا دیگر شود، ولی مثال پدرش نمیخواهد. همینجا مقصد وقتی که من خواهشم باشد گناهگار میشم. البته خواهرای عزیز، در مسئله آوردن فرزند این یک نعمت بزرگی هست و هرگاهی که فرزند میارید، وقتی فرزند اول تولد کردین، بین اینا اگر فاصله باشد، فاصله مقصد از 24 ماه تا 33 ماه، چگونه قرآن میگه سوره
احقاف آیت 15 و حمله و فصاله 30 شهرا. خدای مهربان میگد که مقصد همون انا بینه که برداشتن طفل و همچنان جدا شدن فرزند 30 ماه، یا اینکه اگر مسئله ثابت شدن رضاع یعنی فرزند رضاعی، وقتی از یک زن دیگر شیر میخورد یک فرزندی بگیم بیگانه که برای فرزند رضاعی میشود 2.5 سال است. 2.5 سال هست. یعنی باید مثلا وقتی فرزند یکم که تولد شد تا 2.5 سالی که بعد فرزند مقصد باید شیر خورد، دویم فرزند به دنیا نآید، این بهتره. اینا مثل که در انا بگیم غیله میگن، غیله پیامبر در حدیث آورده است که انا ولا تقتلوا اولادکم سرا، شما فرزندا را به قتل نرسانید پنهانی. پنهانیش همین است که در همین دوام اولی 2.5 سال فرزند یکم شیر نخورده، فرزند دویم وقتی که به دنیا می آید الکی حساب کنید که فرزند یکم 2.5 سال شیر می خورد و الکی در او از حساب شیر مادر تقویت پیدا می شید و شیر مادر به فرزند بنیهایت نفعهای و فایده‌های خیلی زیادی دارد. وقتی این فرزند که در قد همون مادر که پیدا شد الکی این شیر مادر دیگر گوییم که از بین می رود و این فرزند اول دیگر شیر با پرگی خورده نمیتواند. خلاص در بین همینو فاصله باشد تا 33 ماه این بهتره. این بهتر است، یعنی 9 ماه شکم حساب میخورند و 2 سالی که باید که فرزند شیر خورد. همین جمع همین را 33 ماه میگن. انشاءالله فرزندا بعد مقصد خدا خواهد بسیار خوب میان، بردم میان، سلامت میان و مادرم و پدرم در همین بین با مقصد خیلی یک آرامیش و آسودگی را هم باز احساس میکنن. تصور کنید که این فرزند مقصد وقتی اولی همون مشکلات و غم شای اولی نو 1 ساله شدگی در فرزند دویم به دنیا میاد، همون حال یا مادرها را ببین چقدر مشکل است. برای همین یعنی این من به خاطر آن گفتم که اینم مسئله در کاری هست که بین اینها در شما یک فاصله بگذارید. ولی مسئله به دنیا آوردن فرزند باید مصلحت همه طرف زن همه طرف شوهر هر دو راضی باشند و بعدا مقصد این فرزند باید که به دنیا بیاید. این نور با بالای نور می شود. از همین لحاظ بسیاری وقتا من در همین مسئله بیان میکردم که مسئله همین 2 زنگی یا 3 زنگی بینه که نمتری بعضی مشکلات ها داره. همین برادرای ما بگیم یا خواهرای ما در همین مسئله ها اولی ناتیارن. زنم میگیرد زن دیگه هم میگیرد، باز همون شرطاش که مقصد فرزند نمیکنی، من در فرزندی تو در کار نیست. مثلا من زن اولم فرزند دارم، حالا که این زنم حق دارد که این زن ای زن اول هیچ فرقی نداره، اینش هم زنه، اینش هم مقصد مسئولیت ها به ذمه تو داره. این را محروم کردن ای فرزند تو حق هم نداری. برای همین این مسئله ها را خواهرها و برادر عزیز خیلی و خیلی جدی ببینین، مصلحت ها را چی قدر مثال دور اندیش باشین، بعد مقصد دست به این کار بزنین. سوال دیگری که آمده است، بعضا زنها میگن موی سرشون را بریده میفروشند، این گناه هست یا نه؟ البته خواهرها و مادرای عزیز ما حق نداریم که موی های سرامون مثال بریده و او را مثال یک مبلغ مانیمو فروشه، یعنی همون پولی همون برای ما و شما درست نیست. ولی در حدیث دیدم
حدیث ابی سلمه که امام مسلم میارد، میگه کان ازواج النبی صلی الله علیه و سلم یاخذن من رؤوسهن حتی تکون کل وفرتی، یعنی زنهای پیامبر هم مویهای سرشون هم میبریدن ولی از شانه ها پایانتر، یعنی از شانه بالا نی، یعنی خودشانه مثال همانند مردها نمیکردن بلکه از شانه پایانتر، زیرا که در زن موی سر یا موی دراز این بسیار یک زیبایی او زنه با زاید میکنه و در شریعت هم همچنان و یا مثال بریدن یا او را برده فروختنش اجازت نیست. از همین لحاظ این کار خواهر و مادر عزیز ما باید نکنن. حتی همون نزد دروازه همون جوگی هایی که میآیند برای خریدن موی سر، نه، موی سر اصلا از نگاه شریعت موی سر بعضی لطه هایی که مثال استفاده می شود یا ناخون، هر یک مثال گوییم که هر چیزی که از بدن جدا می شود و یا با موافق حدیث زیر خاک کردن در کار، او را زیر خاک میکنن، او را مثال مبلغ کرده و فروختنش اجازت نیست است. سوال دیگری آمده است که ساعت را در دست راسمانی گناه است و یا پیامبرمان چله داشتند و در کدام دستشان بود؟ مثلا ساعت اکو در زمانهای پیامبرمان نبود برادر عزیز، ولی انگشتری بگیم یا چله میگن یا عربه ها خاتم میگن. این را من در حدیث ها دیدم. حدیث امام بخاری در رقم 3106 از حضرت انس روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کان خاتم النبی صلی الله علیه و سلم فی هذه و اشار الی خنصیر من یده الیسری. ایراد انا گویم هم امام مسلم هم در حدیث 2095 آورده است. پیامبرمون میگد، حضرت انس میگد انگشتریش میگد در خنصیر بود. خنصیرش اینا انگشت میده را عربها خنصیر میگن، اینشا بینصیر میگن، اینشا وسطا میگن، اینشا سبابه میگن و اینشا ابهام میگن. برای همین یعنی در نزد غیر مذهب امام شافعی یعنی مذهب مالکی و حنبلی و حنفی میگن انگشتری پیامبر در دست چپش و در همین در انگشت خوردش بود. امام شافعی هم که حدیث داریم با در این باب هم که پیامبر انگشتریش در همین انگشت خوردی بود، یکی در دست راستش بود. اونها مقصد به دست راست رفتن. این سه مذهب دیگه به دست چپ و در همین انگشتری خورد. یعنی گوییم در مجموع اجازت است نزد علما که در یک خنصیر یا که در بینصیر اگر از اما انگشتری استفاده کنن، انگشتری نقره، تیلان نقره اگر اجازت شود اجازت است، اجازت. و بر روایت حضرت علی هم که نهی کردن پیامبرمون صلی الله علیه و سلم از دو انگشت، یکی از این وسطا و از سبابه، این دو انگشت مقصد انگشتری را من کردن که در اینها استفاده نکنیم. یعنی همین دو انگشت می شود که ما استفاده بریم. خب سوال دیگر میگویند که از دیگر ملت زن گیری درست نیست، این حقیقت دارد؟ و اگر مسلمان باشد چی؟ اگر از هر ملتی که زن میگیری در شریعت اهل کتاب باشد اجازت های اهل کتابش، یعنی مقصد با یکی از کتابهای آسمانی ایمان داشته باشد. مثلا یا به انجیل است یا به زبور است یا به تورات است، خلاص به یکی از کتابهای آسمانی ایمان داشته باشد، اونها را زن کردن اجازت های. اگر با مسلمان باشد، برای مسلمان دیگر هر ملتی که باشد هیچی باکی ندارد. حتی غیر مسلمان هم که باشد، اهل کتاب باشد و از زنهای همون پاک دامنش باشد، همون رعایه‌ای که در کتابهاشون گفتگی است از مقصد لباسهاشون و
از خوردنی هاشون و از نوشیدنی هاشون و چیزی که همون کتاب خودشون حتی دستور داده است، اگر از همون پیروی کنن اجازت هست که نکاح کده گیرن. ولی باز من میگویم برادرای عزیز و گرامی که شما از همین ملت خودتان گیرین. البته بالاتر و بهتر و زیباتر و خوبتر همینه که از همین ملت خودمان ما و شما زن بگیریم. خب سوال دیگر آمده است که در حق مرده ها نماز خواندن جایز است؟ یعنی برای مرده گوییم که چیز نیست، برای مرده نماز مخصوص نیست، فقط ما 5 وقت نماز ما میخونیم و بعد او در حقشون دعا میکنیم، یا یگان آیتی از قرآن میخونیم در حقشون دعا میکنیم، یا در حقشون مثال خیر میکنیم. ولی نماز مخصوص برای مرده که در وقتش میگفتن، ولی اکو این چیزها اصل شرعی نداره که 2 رکعت حول گور میگفتن، مردم مقصد میخواندن، لیکن این به یگان مقصد دلیل ها و حجت ها اساسناک کردگی نیست. برای همین نماز مخصوص برای مرده وجود نداره. دیگر سوالی کردن ختم قرآن چی معنی دارد و قرآن را به تاجیکی خوانی ثواب دارد؟ البته به تاجیکی هم که خوانی شوی قرآنه، به هر زبانی که قرآن میخوانیم البته ثواب دارد، ولی با زبان نازل شدگیش که زبان عربی است ما خوانیم، این نور با بالای نور میشود. ولی ختم قرآن چی معنی دارد؟ ختم قرآن هر یک آدمی که مثال در رمضان ببین پیامبرمان هر یک رمضان 1 بار مثال ختم قرآن میکردن و هر یک انسان اگر در هر یک ماهی هم قرآن که از اول تا با آخر خواند امیر میگن ختم قرآن. ولی اگر مقصد اگر به شرطی که برای مرده ها و برای زنده ها یک عملی صالح است. وقتی من قرآن میخوانم عملی صالح است، ثواب عملی صالح را برای مرده زنده بخشیدن، این عقیده اهل سنت است، هیچی باقی ندارد. درسته برادر عزیز؟ دیگر سوال کردن ختم صغیره چی معنا دارد و در کدام حالت میخونند؟ ما در تاجیکستان ما ختم صغیر میگن. ختم صغیر استادا میگفتن که همین سوره ملک تاقه خواندن، همین تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، وقتی در خانه های مرده ها پنجشنبگی میکردن، هفت میکردن، انا وقتی میرفتن مینشستن مردم همونجا ختم صغیر میگفتن. ختم صغیرش اکا همین بود که کسی 1 بار سوره همون تبارک یعنی ملک بخونه دعا کنه را ختم صغیر میگفتن. که این برادر عزیز اصلا همین تلفظش یا همین عباره یا همین گفتنی خودش خطا است. قرآن آیت قرآن هیچ وقت صغیر گفته نمیشه، خرد گفته نمیشه. برای همین این خیلی ختمای صغیر کبیر مقصد در کتاب های معتبر در حدیث ها برادرها عزیز آمدگی نیست. ما ختم مثلا 3 بار سوره اخلاص آمده است مرحمت میخوانیم، همچو با حدیث ثابت های ثوابش میبخشیم، یا اینکه قرآن میخوانیم ثوابش میبخشیم. انشالله ایناش باقی ندارد. خب در روسیه هر ماه 20,000 روبل اجاره میسپارم، زورم نمیرسد. اگر از بانک پول گرفته خانه خرم جایز است از مجبوری؟ اینجا در برادرای عزیز و گرامی مقصد همون معامله بانکی را میگن. یعنی اگر ما وقتی که در روسیه سفر داشتیم بسیاری از برادرها از ما سوال میکردن که ما مقصد از همین بانک های روسیه پول میگیریم، انا خلاص یگان مشروطه میخریم یا یگان ماشین های میدتر میگیریم تاکسی میزنیم با همو، یا اینکه مقصد پول میگیریم یک خانه را میخریم ولی با واسطه بانک مثال پولش از بانک پرداخت میکنیم. آیا اینا درسته یا نادرست؟ برادرای عزیز و گرامی ما در همونجا هم گفته بودیم
و باز هم مثال همون دلیل هایی که در مذهب خودمان هست که اینجا در پیش من هم از المبسوط امام سرخسی، هم انا گویم دلیل هایی که در کتاب العنایه شرح هدایه، همچنان از کتاب فتح القدیر ابن حمام آوردن که قال رحمهم الله ذکر عن مکحول عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا ربا بین المسلمین و بین اهل دار الحرب فی دار الحرب و هذا الحدیث. اینجا آمده است و هو دلیل لأبی حنیفه و محمد رحمهم الله فی جواز بیع المسلم الدرهم بدرهمین من الحرب فی دار الحرب و عند ابی یوسف و شافعی رحمهم الله لا یجوز. اینجا در مبسوط آورده است برادران عزیز و گرامی که از جانب مکحول، این مکحول از زمره تابعین بود که ایرا حتی که فمکحول فقیه ثقه، حتی ایرا میگن هم فقیه بود هم اهل ثقه بود. وی میارد که حدیثی را که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته بود است که نیست ربا بین مسلمان و بین اهل دار الحرب فی دار الحرب، یعنی بین مسلمان و غیر مسلمان در ملک غیر مسلمان اگر همین معامله بانکی شود هیچی باقی نداره گفته است. این دلیل گفته است دلیل از برای ابو حنیفه و شاگردش امام محمد است و جناب امام شافعی و جناب امام ابو یوسف که یکی از شاگردای ابو حنیفه است، اینا گفتن جایز نمی شود. و کتاب العنایه آمده است قال لا بین المسلم ولا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، گفته است لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب عند ابی حنیفه و محمد رحمهم الله. اینجا هم همین دلیل آورده است، عنایه هم شرح هدایه هم جناب فتح القدیر هم همین را آورده است ولا بین المسلم والحربی فی دار الحرب. اینا هم همین دلیل را آوردن که یعنی همین معامله های بانکی در نزد مذهب امام ابو حنیفه برادران بین مسلمان و غیر مسلمان یعنی یگان گناهی ندارد، اجازت هست. خب دیگر سوال، در شبکه های اجتماعی عکس خود یا کودک را گذاری گناه است یا نه؟ برادران و خواهرای عزیز، شرط نیست که در همین شبکه های اینترنتی ما صورت های خودمان گذاریم یا فرزندامون گذاریم. چی ضرورت داره؟ چی ضرورت داره؟ برای من هیچ خوبش برادران عزیز نه صورت خود بمان نه صورت فرزند بمان. برای کی همون لازمه؟ برای کی در کاره ما؟ از همین حاجت بر این سالی میبینی در همین داخل همین شبکه های اینترنتی یک باور کنین از بعضی همین گفتگوها را میبینی، بعضی نشست ها را میبینی، بعضی همین اخمقی ها را میبینی که بسیار در یک سیمای همین مردم ما به خدا باور کنین بسیار شرمندگی های، بسیار شرمندگی های. برای همین خدا دانه در غیر دیگر ملت ها شاید همین کارهایی را که در بین همین بچه ها و دخترهای ما و شما می شود در همین شبکه ها می پرتویم، شاید در دیگر ملت ها همین چیزا نباشند. در وقت خواب قرائت قرآن یا امر معروف درست است یا نه از تلفن؟ درست است. شما اگر در حالت خواب هم که باشین، دراز هم کشتگی باشین، از تلفن شما میتونید قرآن هم گوش کنین، میتونید که مقصد امر به معروف هم گوش کنین. هیچی باقی ندارد. اینجا در یگان ترک آداب هم نمی شود. خدا خواهد این با بسیار نیک است که اما خواب هم خوابی سنتی می شود، خواب هم خوابی براحت می شود. دیگر سوال، من 5 سال می شود زن دویمم، زن یکم شوهرم بسیار اذیت می کند، فاحشه می گوید، تهمت می کند، از روی عصب بیمار شدگیم. آیا می توانم که از شوهرم طلاق طلب کنم؟ این باز همین مسئله ها
мақсад баъзе бародаро вақте ки ман дар бораи ду занаҳо гуфта гузашта будам ки баъзе принсипҳо ва шартҳои нодуруст мемонанд, баъзе бародаро эътироз карданд ки ҳоҷи бобо мақсад шумо дар нисбати ду занаҳо яъне эҳтиёт кунен, қадар сахтгирӣ накунен гуфта бо барои мо баъзе чизҳо расониданд. лекин бинем ки он чизеро ки ҳамин хоҳари мо менависад, мисол зани аввал вақте ки ба нисбати зани дуюм ту фоҳишаиву ту фалониву дигар карда ва шавҳари аввал аз амино огаҳӣ дорад, вале дар ҳамин масъала пешгирӣ карда наметавонад, қувваташ намерасад, бин суханаш ҳеҷ қадр қимате надорад, на дигар дар пеши якумаш қадр дорӣ, на дар дигар пеши дуюмаш. барои ҳамин бародари азиз ва гиромӣ якумана дуруст фаҳмед. ҳамин ҳар як коре ки агар мега ба ҳар коре ки ҳиммат баста гардад, агар хоре бувад гулдаста гардад. бисёри шуморо мисол завқтон метад дузанагию сезанагию, лекин ҳамун ғайрату ҷасората ва ҳамун гӯем ғайрату ҷасорат чам надорем ва ҳамун масъулияте ки ба зимматона бояд ки шумо иҷро кунед, ҳамун шам надорем. барои ҳамин оё беҳтар ин нест ки мақсад баъди мисол вақте намия айдасад ҳамин корҳо чӣ қадар дар ин тарафшан саргардонӣ, дар он тарафшан саргардонӣ, то дигар намедонӣ чӣ кор кунам. ҳатто буд нафарҳое ки вақте ки ду зан мақсад мувофиқ нашиданд, ҷанҷолҳо шиданд, сахтиҳо рафт, ҳар душа мисол талоқ кардӣ бо чандин фарзандо, бо баъдан омадаву зора кардӣ ки мақсад чӣ хел кунем роҳҳои ҳаминҳоро мақсад ҳатто ки бо айсари нав никоҳ карда гирифтанд. ҳар як корда бародарои азиз бисёр бодиққат бошем. ё хоҳарои азиз, вақте шумо зани дуюм мешен, сеюм мешен, хаяки кори шумо, ман ҳеҷ шуморо мисол пеши роҳи шуморо ҳаққи гирифтанам надорам, вале хуб андеша кунен, вазъиятро бубинен, шароитро бубинен, ҳамин зандориҳои ҳамимрӯзаро бубинен, ҳамаи ҳамира мақсад хулосаша буброру баъд мақсад ба ин кор даст бизанем. вале баъзе бародаро мара савол карданд ки баъзе занҳо мақсад зан мешаванд ба хотире ки ҳамин як борак шавҳар кунану баъд худошона шавҳарро бо талоқ талаб мекунанд. ҳамин қагӯянд ки хай мақсад фалони шавҳар кардагӣ буд. барои бисёр чизҳои аҷоиб ғароиб мешавӣ имрӯзо. хоб саволи дигар, ман дар муҳоҷиратам, падару модарам занамро беиҷозати ман ба куҷое ки хоҳанд мебаранд. оё ин ҷоиз аст? илтимос бо ҳадисҳо фаҳмонед. бародарои азиз ва гиромӣ, хак вай падартай вай модартай, агар чанде ки болои зан ҳаққи шумо нисбати падару модар бо болотарай, вале вақте падару модарат ки занитра ягон ҷо бурд, ту дар ғарибӣ бошӣ, ин бо иншоалло як ёрдам ба ҳамун хонум метуай. охи дар як хона мисол зана манг кардан худу дар ӯ тараф, ин тараф мисол шавҳар дур будан, ин тараф хонада корҳо мисол мушкилу вазбин, хоб ҷиҳати дигар як борак берун биромадаву одам як тамошову як дуди дилша гуфти чизо баровардану ино иншоалло хайр дора, иншо бисёр хубай. ҳатто ман ёра тавсия метум барои ҳамин мардҳое ки имрӯз мисол занҳошон дар хонаанд, барои он ки ҳамин занҳо ҳатто дилгир нашаванд, ҳамин занҳо ҳам асабонӣ нашаванд, ҳамино ҳам дар даруни хона бемор нашаванд, ҳамроҳатон бигирен дар кӯчаҳо як буброед, ягон ошхонаак бирен бишинен. ягон ҷои гуноҳш нест. охи бирен як ҷоя як мақсад дар қади кӯча як шукри аллои меҳрубон ин кӯчаҳоро бубин, ин ҷои нишастҳои зеборо бубин, бирен як ҷоякда бишинен, бо як суҳбатҳои худтона кунен. бисёр зиндагӣ бо рангушу корушу ҳамаш бо дигаргун мешавад. вале модоме ки бо дар муҳоҷират бошӣ, ягон зиёне надорад. бигзор модарат куҷое меравад, аз модарат ту бовар надорӣ. барад занта барад,
همراه خودش مقصد همون بعضی همون غم و دقتی که همون زن دارد، انشالله در این حالت ها با دور می شود. این با فایده تا است برادر عزیز. در این مسئله سختگیری نکنید. سوالی که دیگر آمده است، نام مفتونه در اسلام درست است یا نه؟ التماس بسیار ضرورت است. درست است، مفتونه نام خوب انشالله، یگان زیانی ندارد، درست است. سوال دیگر که شوهرم در نبودن من در نزد پدر و مادرش گفته است که زنم رو طلاق میکنم، آیا من طلاق شدم؟ نه، اگر در پیش مادرش یا پدرش گوید که من زنم طلاق میکنم، ولی طلاق میکنم اکی زمانی آینده، ولی میکنه نمیکنش معلوم نیست. لیکن پیش پدر و مادرش گفته باشه که انا من زنم طلاق کردم یا زنم بر من طلاق، اینجا طلاق میشود. دیگر سوال، من مهاجرم در روسیه، از یک مغازه خرید کردم و پولش را به کارت سپاریدم. وقتی به خانه آمدم دیدم که پول نگذشته است. آیا این پول رو رفته سپارم یا نه؟ بسیار مهم است. نمیخواهم که حق یک کس را بخورم. بله برادر عزیز، اگر وقتی که از کارت مقصد پولی تو را گذرانیدی ولی نگذشته باشد، شما گشته به هم مغازین بیاین، چی مقدار مبلغی که بود اونجا شما رسانین که من همین خیلی مبلغ ای مغازین بار خریدگیم، شما همین مبلغ از من بگیرین. گفته این در گردن واجبه که شما رفته پول اونها رو پرداخت کنید. و آخرین سوالی که در پیش من است، آمده است که شخصی از بیماری سپید وفات کند چه حکم دارد از نگاه اسلام؟ خدا حق نگاه دارد که برادران عزیز و گرامی که اگر مقصد سپید از غیر راه زنا هم می شود، یعنی امروز طبیبه ها هم میگن که خلاص همین سپید از غیر زنا هم می شده است. اگر به شرطی که از غیر زنا باشد، از یگان جهت دیگر باشد، خیلی که خدا خواهد حساب بیماری که هست این یگان شرمندگی ندارد، این خیره برای تو. لیکن اگر از راه زنا باشد که تو مثال با همین سپید حساب زنا مبتلا شدگی و با همین درد اگر دنیا را پدرود بگوی، بسیار برادر عزیز یا خواهر عزیز برای شما بسیار خجالت است، بسیار خجالت است. یعنی سفرت اگر در دنیا کو تصور کن که در زبان همه این یک خیلی و خیلی بگیم خانوادت حتی در خجالت است که بچه ما یا دختری ما از همین حساب مرد است. بسیار خجالت است در دنیا. خدا پرده کنه که باید اگر پگه فرزند باشد، فرزندات هم فردا طعنه میکنن که پدرت یا مادرت امی حسابی نمی کار حرام از همین دنیا گذشتگی. و همچنان در خانه قبرم همون مکانی ده که دفن میشه، حتی از روی گفته علمایی که در کتابا میارن، همسایه قبرم بسیار نقش مهم میبازه. در پهلوی همون آدمی که میبرن تر میگرونن، همون آدم حتی ناراحت و نفرت داره که همین خیلی انسان در بر من نگرونن. ولی شاعرها میگن خدایا همنشینی عاقلان کن، خدایا همردیفی عادلان کن. دعا کردن که خدایا همین دنیا در کجای در یک اهل علم ما را همنشینش کن. خدایا کسی در همین دنیا عدالت داره، ما را مثل همونها در همین راه نگه بدار. بین بعد چی میگه؟ خدایا همنشینی عاقلان کن، خدایا همردیف عادلان کن. از آن روزی که به گورستان سپارن مرا همسایه صاحب دلان کن. یعنی زمانی که مرا خانه قبر میبرین، خدای همجا یک همسایه آدمی خوبم بکن. این آدم ها حتی از همسایه خوب طلب دارن. اگه تو وقتی برای همسایه کسی شای که از حساب همین
حرام آمدگی است بسیاری بسیار، نه تنها برای همسایت، حتی برای گوریستان یا دهشت است. خدا پرده کنه برادرای عزیز و گرامی، خداتون احتیاط کنید، هیچگاه به این کار زیش دست نزنید، هیچ وقت مقصد خداتون شرمنده دنیا و آخرت نکنید. خداوند باز هم ایمانتون کامل، خاتماتون بخیر و الله در پناه رحمت و عصمتش همتون نگهبان باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.